دوستان با من همراه باشید. هتل 5 ستاره سوپر لکشری تو پوکت رو میخوام بهتون معرفی کنم. هتل بی‌نظیر آویستا هایدوی. اینجا لابی هتل، یک لابی خیلی خوشگل، خوش ساخت. فقط ویو رو شما نگاه کنید، فقط ویو رو نگاه کنید، چقدر ویوش خوشگله. کوههای پتونگ رو دارید تو تصویر میبینید. خیلی هتلش بی‌نظیره. اینجا هم دوستان داریم میریم به سمت اتاقا رو با هم ببینیم. با علی طاهری همراه باشید. حالا وارد اتاق میشیم. عجب اتاقی هتل آویستا هایدوی. خیلی خفنه هتلش. دیلکس گاردن ویو، یه حمام جذاب، یه جکوزی خوشگل، یه تراس فوق العاده با صدای پرندگان. آرامش عجیبی به شما نمیده این هتل. خیلی دوست دارم هتلشو. مطمئنم شما هم دوست دارید هتلو. بفرمایید. برو تراس حالشو ببین. سکوتو ببین. خب دوستان بریم سمت سویت. یه سویت جذاب بهتون نشون بدم. قطعا این سویت رو ببینید خوشتون میاد. هتل آویستا هایدوی پوکت. خب اینم سویت جذاب هتل. اینجا وان هتل، اتاق دوشاشو دارید میبینید. خیلی هتلش بی‌نظیره. هتل خوشگل و خوش ساختیه. ویوش هم که بی‌نظیره. از خود سرویس بهداشتی همون شما ویو به اتاق خواب دارید. اتاق خواب هم که ویوش رو به روش یک منظره بی‌نظیر رو شما میتونید تجربه کنید. اینجا هم یه تایپ دیگه از اتاقاشه که با هم بریم تراس بی‌نظیر هتل آویستا هایدوی رو ببینیم. یه تراس با چیدمان. میتونید اینجا حتی تو تراسش هم شما میتونید آفتاب بگیرید. میبینید تخت خواب بزرگ، تیوی خوشگل. یعنی همه چیه این هتل روش فکر شده دوستان. آویستا هایدوی. یک کاناپه کاربردی دقیقا هم کنارش که سرویس بهداشتی و دوش و وان جذابشه. اینجا هم دوباره راهرو رو بریم سمت استخر. با علی طاهری همراه باشید. دوستان اینجا هم استخر بی‌نظیر ادالت بزرگسالانشه که شما میتونید برید اینجا و لذت ببرید. خیلی خفنه. اینجا هم یه نمای دیگه از استخر بی‌نظیر. اینجا رو نگاه کنید، چه استخر خوشگلی، چه ویویی، چه نمای جنگلی. وای آدم دیوونه میشه تو این هتل. هتل آویستا هایدوی. فقط بعد ایرانی‌ها بیان اینجا لذت ببرن و حالش ببرن. شما راهروها رو نگاه کنید، اصلا هتل جنگلی طوره. خیلی خفنه. اینجا بفرمایید داخل رستوران. یک رستوران بی‌نظیر خوشگل با انواع تنوع غذایی بین‌المللی. اینجا رو نگاه کنید، تنوع غذا رو شما ببینید. همه چی اینجا نامبر وانه. همه چی نامبر وان. علی طاهری جایی بد معرفی نمی‌کنه. یکی از هتل‌های خوشگل پوکت همین هتل آویستا هایدوی با یه تنوع غذایی بی‌نظیر و فوق‌العاده لوکس. واقعا لوکس به معنای واقعی. نگاه کنید. حالا من دیگه در اینا رو باز نمی‌کنم، فقط روشون رد میشم که شما با تنوع غذایی هتل آویستا هایدوی آشنا بشید. نگاه کنید. به 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 به. جاتون خالی، جاتون خالی. البته الان ما تایم صبحانه است که اومدیم داریم فیلم میگیریم براتون. و یه ویو منظره بی‌نظیرم شما به استخر دارید. می‌بینید یعنی قشنگ تو رستوران که دارید صبحانه‌تون رو میل می‌کنید یه ویو جذاب از استخر رو دارید.